سلام، نازنین هستم. امروز اومدم بخش اول آهنگ لاو استوری رو یادتون بدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. آهنگ لاو استوری سال 1970 توسط فرانسیس لی ساخته شد و سال 1971 گلدن گلوب و اسکار برنده شد. اول میخوایم با دست چپ این آهنگ شروع کنیم. 2 تا الگو داره، 2 تا آرپش، لا مینور و می ماژور. دست راستش رو میخوایم جدا یاد بگیریم. برای این دست راست باید نوتا رو بلد باشین، ریتم رو بلد باشین تا بتونین بزنین. چرا من عصبی؟ خیلی ناراحتم. چرا؟ چون لاو استوری خیلی ناراحته. الان میخوایم دست راست و چپ رو با هم بزنیم. هر الگو 2 بار تکرار میشه. دست چپ شروع کننده است.